اگه جهان چند تا راز داشته باشه، یکی از اونها شاید این شکله. شکلی که از هنر سایکدلیک تا بدن انسان، از رقص شمنها تا موزه های مدرن همه جا دیده میشه. نه یه خط صافه و نه یه دایره. یه پیچ و تابه که خودش رو بغل میکنه، میچرخه و ادامه میده. اسمش اسپیراله، یا به زبون خودمون مارپیچ. و هر جا که زندگی هست، اونم هست. اگه تو هم مثل من کنجکاوی که چرا این فرم ساده اینقدر مهم و فراگیره، بمونه با کانال خط سوم همراه شو تا با هم اسپیرال اسرارآمیز رو از دوران باستان تا قرن 21 دنبال کنیم. تو دل طبیعت اسپیرال فقط یه شکل نیست، یه جریان نامرئیه. انگار این زبون ریاضیه که زندگی با اون مینویسه. فلس‌های میوه کاج با یه نظم اسپیرالی کنار هم قرار گرفتن. توی چرخش گرداب یا حرکت گردباد همه جا میشه اسپیرال رو دید. حتی توی الگوی رشد گیاهان یا الگوی حرکت پرنده های شکاری. حتی خیلی نزدیکتر تو ساختار بدن انسان و البته دی ان ای که نمونه یک اسپیرال دوتاییه. خلاصه سر که به چرخونیم انواع مختلفش رو همه جا میبینیم. انگار این شکل تنفس جهانه و نشونه ای از وحدتی پنهان که همه چیزو به هم پیوند میده. قبل از اون که انسان بتونه چیزی بنویسه، اولین بار حدود 5000 سال پیش توی ایرلند باستان سه‌گانه‌ای از اسپیرال ها روی سنگ‌های مقبره حک شد. نه فقط برای زیبایی، بلکه برای نشون دادن ابدیت، نشونی از تغییر و زندگی یا سمبولی از زمین و آسمون و دریا. شمن‌ها یا همون جادوپزشک‌های قبایل به این باور بودند که اسپیرال نقشه‌ای برای تغییر و دگرگونیه و انسان با هماهنگ شدن با انرژی اون میتونه از درد عبور کنه، از الگوهای قدیمی رها بشه و دوباره شروع کنه. توی مصر باستان اسپیرال نماد حرکت اشکال کیهانیه، نماد تغییر و صعود. توی یونان باستان نماد زندگی و باروری یا تراوت و زیبایی. به طور کلی توی معماری و هنر یونان باستان استفاده از اسپیرال طلایی رو زیاد می‌بینیم. مثل معبد پارتنون آتن که به نظر میاد هنرمند ناآگاهانه برای ایجاد زیبایی و تعادل از اسپیرال طلایی استفاده کرده. اسپیرال طلایی خود همسان ترین اسپیرال هاست یا به اصطلاح انگلیسیش سلف سیمیلاره. به این معنی که برخلاف بسیاری از مارپیچ ها شکل کلی اسپیرال طلایی توی هر مقیاسی دقیقاً حفظ میشه. حالا چرا اینطوره؟ چون زاویه های چرخش خط با استفاده از عدد مرموز و جادویی فی معروف به عدد فیبوناچی نسبت به هم تنظیم شدن. مثل پیچ و تاب صدفی به نام ناتیلوس یا ترکیب بندی تابلو مونالیزای داوینچی. همونطور که دیدیم مارپیچ نمادی باستانی مقدس و جهانیه که توی قاره‌های مختلف اغلب با معنویت، رشد، دگرگونی و زندگی پیوند داره. اما توی آسیا یا اصطلاحاً شرق چی؟ توی فرهنگ و هنر شرق هم از دوره‌های کهن اسپیرال نماد تغییر و زندگی بوده. نماد حرکت درونی و جریان ابدی انرژی. مثل مارپیچ هایی که توی باغ‌های شنی آیین زن هستن یا سفال‌ها و نقاشی‌های ژاپنی یا پارچه‌های قدیمی چینی. توی هند بیشترین تجسم اسپیرال تو لایه‌های باورهای انرژی محور دیده میشه. مثل مار کندالینی، چشم شیوا و بعضی از ماندالاها. توی نگارگری ایرانی ترکیب اسپیرال یعنی سیر باطنی، یعنی حرکت بین دو عالم معنا و ماده. قرن 20 اسپیرال رو دوباره کشف کرد. مثلا توی فیزیک و کشف شکل بازوهای مارپیچ کهکشان‌ها. به همین ترتیب هم توی جهان هنری قرن 20 اسپیرال دوباره بازآفرینی شد. هیلم آف کلینت پیشگام هنر آبستره با رویکردی عرفانیه که مجموعه دتن لارجست رو پدید آورد. توی این مجموعه اسپیرال رو زیاد استفاده کرده به عنوان نمادی عرفانی که تکامل روح رو نشون میده. همینطور پیوند با نیروهای متعالی. فرانک لوید رایت از معماران بزرگ مارپیچ رو وارد معماری مدرن کرد و توی موزه گوگنهایم مارپیچی ساخت که مثل صدفی چرخان تماشاگر رو میبله. اما ساده ترین و به یاد موندنی ترین نمونه اسپیرال توی هنر مفهومی کاری از بروس نومان توی دهه 60 میلادی، وقتی که اسپیرالی از نئون ساخت
که با جمله مشهورش همراه و هماهنگ شد. هنرمند واقعی با آشکار کردن حقایق عرفانی به جهان کمک میکنه. رابرت استیمسون دهه 70 توی دل طبیعت اسپیرال جتی رو ساخت. یه بازوی خاک و سنگ که در دریاچه میچرخه. نماد چرخش زمان، تکرار طبیعت و تقابل زوال و بقا. توی رقص مدرن هم بدن با اسپیرال میچرخه. با الگوهای مارپیچی که اولین نمونه‌هاش رو مارتا گراهام، رقصنده، معلم و طراح رقص توی قرن 20 طراحی کرد. اسپیرال رو نه فقط توی رقص مدرن که توی موسیقی هم میتونیم ببینیم، یا دقیق تر بگم میتونیم حس کنیم. وقتی که صداها مارپیچوار از گوش شنونده عبور میکنن، مثل آلبومی از ونجلیز، آهنگساز موسیقی الکترونیک. بیاید به چند ثانیه از قطعه اسپیرال که سال 1977 ضبط شد گوش بدیم. اما قبل از اینکه بریم نگاهی به اسپیرال در هنر دیجیتال بندازیم، بیایید با هنرمند معاصری به نام الکس آلیومه آشنا بشیم. هنرمندی توی سبک هنر سایکدلیک یا روانگردان با گرایش‌های عرفانی که خودش به خودش میگه کازمیک آرتیست، که به فارسی میشه هنرمند کیهانی. نقاشیاش رو با دست میکشه بدون هیچ نرم افزاری، ولی وقتی نور یووی بهشون میتابه تبدیل میشن به دروازه‌هایی به جهان‌های دیگه. همینطور اون مجسمه‌های نوری جنبشی هم میسازه. مارپیچ‌هایی که میپیچن و باز میشن. فرم‌هایی که ما رو به یاد عرفان و هندسه مقدس میندازن. خود آلیومه درباره استفاده از مارپیچ‌ها میگه این فرم‌ها فقط برای زیبایی نیستن. نقشه‌هایی از فضاهای درونی و کیهانی هستند که ذهن انسان میتونه در اونها سفر کنه. اما استفاده از هنر دیجیتال برای خلق مارپیچ از جدیدترین جلوه‌های ظهور اسپیرال توی جهان هنره. نمونهش هنرمندیه به نام استیو لند که بیننده آثارش رو به سفری بصری میبره توی یک دنیای فراکتال. دنیایی که با الگوریتم‌های رایانه‌ای تولید شده و جلوه‌ای بی‌نهایت پیچیده و اغلب هیپنوتیزم کننده داره. کارهای اون بیشتر نمونه‌های دوبعدی هنر دیجیتاله. اما نمونه‌های سه‌بعدی دیجیتالی هم داریم که مثل آثار استیو لند روانگردان و هیپنوتیزم کننده نیستن. کارهایی هستند که اتفاقاً مثل مراقبه آرامش بخشن و با برنامه کامپیوتری مندلبال 3D ساخته شدن. جایی که با الگوریتم‌های ریاضی و الگوهای فراکتال اسپیرال‌ها بی‌نهایت میشن. الگوهایی که میچرخن آروم و مداوم، درست مثل مدیتیشن بصری توی یه دنیای مقدس و بیکران. و بیننده میتونه حس کنه که شاهد نظمیه که از دل آشوب میجوشه. یعنی همون نغمه پنهانی که عرفا شنیدن. در دل آشفتگی نظمی ژرف در پنهان شده. نمیدونم شما چطور فکر میکنید، اما این هنرها شاید یادآوری این باشه که توی این دنیای زیبا و شگفت‌انگیزی که با زبون رازآلود ریاضی نوشته شده، اونطور که به نظر میاد حرکت ما هم حرکت خطی نیست. ما چرخان و پیچان هستیم در دل هستی رقصان و هر بار که میچرخیم، هر بار که میافتیم و بلند میشیم، در حقیقت توی مدار تازه‌ای از خودمون متولد شدیم. به نظرت آیا ممکنه هر عشق، هر رویا، هر شکست در اصل فقط یک حلقه آگاهی درون یک اسپیرال بزرگتری باشه که ما رو به سوی آگاهی بالاتری میبره؟